مجبور بودم صبح صبحانه عراقی‌ها رو بهشون بدم. ما یک سربازی داشتیم به زبان عربی خیلی آشنا بود. تا عصر میشد اینو مینشوندیم جلوی تلویزیون، این ترجمه میکرد به ما که آقا صدام رفته امروز پتروشیمی رو افتتاح کرده، صدام رفته پلان کارخانه رو افتتاح کرده، ایشون آقای صدام امروز افتتاح میکرد، فردا و من یا دوستانم اختتامش میکرد. رفتم داخل خاک عراق به پشتیبانی F-14. من میرفتم تو شکم این هواپیماهای دشمن. اونها راهی جز فرار نداشتن، میدونستن که من میزنمش و شوخی هم ندارم. بمبو بریزم سرشون بگم برگردین پشت مرزهاتون، اینجا جای شما نیست، این خاک مقدس. دست آخر من باید قبل از ملتی فدا بشم. این فدا شدن وظیفه منه. من تعهد کردم، اون یکی خلبان تعهد کرده. به ملت نباید صدمه بخوره. حتی یک مأموریت 18 روزه رفتم للهی توی این یک مغزم بودن الان خوزستان چی شد،